نام خدا. در نیروگاه خورشیدی ما معمولا دو نوع فونداسیون داریم: فونداسیون کوبیشی و فونداسیون بتونی. از بعد هزینه پایینتر کوبیشی نسبت به بتونی، زمان اجراش خیلی سریعتره و از بعد محیط زیستم خیلی شرایط بهتری داره. هزینه برچیدن خود اون قطعات بعد از اینکه نیروی کارش تموم شد، نیروی کوبیشی شرایط بهتری داره و همینطور در مقابل چالش هایی که اون نیروگاه بتونی داره، این کمتر شرایط بهتری داره و فقط یه سری محدودیت هایی داره که با تست هایی مثل SPT و CPT و پول اوت باید مشخص بشه که اون زمین قابلیت اینکه پای کوبیشی روش اجرا بشه داره یا نداره. ما یه ویدیو کاملی درست کردیم که حدوداً 20 دقیقه هستش، تمام این موارد داخلش گفتیم. لینکش هم پایین همین ویدیو هستش، تشریف برید نگاش کنید در همین کانال یوتیوب پارسا پناهی دوست. موفق و پیروز باشید تا ویدیو بعدی و شما رو خدای بزرگ بسپارم.